سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من اومدم بعد یه غیبت کبرایی که به تمام سوالایی که راجع به رشته مامایی دارید جواب بدم و شما رو از این سردرگمی بین این که مامایی انتخاب کنیم یا پرستاری مامایی یا هوشبری و از این قبیل سوالات نجات بدم. من هانیم، دانشجوی ترم 7 مامایی که در واقع عرصه هستم و سال آخری و اومدم به تک تک سوالایی که راجع به رشته مامایی دارید جواب بدم. خوشحال میشم سابسکرایبم کنید. بچه چون که امکانات من کمه فعلا با این دفتر مجبور شدم سوالاتتون رو بنویسم و جواب بدم. یکیتون پرسیده بودید که قبولی تو رشته مامایی سخته. بچه ها کلا قبولی تو رشته های علوم پزشکی واقعا سخته و تو باید خیلی تلاش کنی تا بتونی رتبه مورد نظر بیاری تا بتونی قبول شی تو این رشته. بنابراین بله سخته، ولی اگر بخونی و یک سال تلاش مستمر داشته باشی شدنیه. خب یکیتون پرسیده که از کی شروع کردی به کنکوری خوندن. بچه‌ها من وقتی که کلاس 11 هم تموم شد تابستونش، یعنی تابستون سالی که قرار بود مهرش برم 12 شروع کردم به کنکوری خوندن و الان پیش شما اینجا. یکی پرسیده که شهریه ترم اول و دوم مامایی چقدره. بچه‌ها وقتی که من ورودی 401م، وقتی که من وارد رشته مامایی شده بودم اون موقع شهریه 8 خورده‌ای بودش و من الان شهریه ثابتم 4800. ولی خب الان که ترم 7م به علاوه اینکه خب من 4 واحد عمومی هم برداشتم، شهریه در حال حاضر 24 تومنه. ولی بچه‌هایی که ورودی جدید هستن و ترم اول یا دوم به حساب میان برای ورود حدود 24 تا 26 تومن دارن شهریه میدن. در ضمن اینم بگم که مامایی آزاد عادی یه قسمت دیگه داره بهش میگم مامایی خودگردان. فرقش با آزاد عادی چیزی نیست، فقط تو شهریشه، یعنی مدرکتون هم یکیه، کارشناسی پیوسته مامایی ازش، ولی شهریه‌ای که بچه خودگردان میدن 2 برابر یک دانشجوی آزاد عادیه. یعنی الان مثلا من جزء دانشجوی آزاد عادی هستم، شهریم تو ترم 7 24 تومن شده، بچهای خودگردان ما دارن 40 میلیون تومن میدن که حالا با هزینه خوابگاه اینا کلا هر ترمی 50 میلیون تومان داره براشون هزینه میشه. یکیتون پرسیده مامایی آزاد یا دولتی کدوم پیشنهاد میکنید؟ ببینید بچه‌ها هیچ فرقی بین دانشجویانی که از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل میشن با دانشجویانی که از دانشگاه دولتی فارغ التحصیل میشن نیست. تنها فرقی که بین این دوتا دانشگاه وجود داره اینه که توی دانشگاه آزاد تو شهریه میدی و در ازاش مدرکت آزاده. اگر که مهاجرت برات مهم باشه و قصد مهاجرت داشته باشی، اگر که مثلا توی مامایی دانشگاه دولتی بخوای درس بخونی، اون وقت باید به ازای هر سالی که کلا تحصیل کردی، مثلا مامایی 4 ساله، 2 سال دیگه بهش اضافه میشه 6 سال، باید یه مبلغی رو به نرخ روز بدی که بتونی مدرکتو آزاد کنی که من الان حساب کرده بودم 1 میلیارد خورده اینا میشد کلا. ولی خب من که الان مثلا ترم 7 هستم در حال حاضر حدود 100 میلیون خورده شهریه دادم و خب عملا اگر که مهاجرت براتون خیلی مهم باشه برای اینکه مدرکتون آزاد باشه، دانشگاه آزاد کلا واقعا منطقی تره و چون که خوردم شهریه رو میدید متوجه اون پولی که دارید میدید نمیشید که بخوای یه جا همه رو بخوای پرداخت. یکیتون پرسیده که شیفت شب فقط مربوط به دوران دانشجوییه و بعدش تمام میشه. باید بگم نه عزیز دل من، شیفت شب نه تنها از دوران دانشجویی شروع میشه، هیچ تو تر هم که بری شیفت شب داری، استخدام هم بشی شیفت شب داری، کلا رشته مامایی هم مثل رشته پرستاری شیفت شب داره و اینجوری نیستش که فقط تو دوران دانشجویی باشه. و یه فرق خیلی ویژه‌ای که بچهای مامایی دارن با بچهای حالا پرستاری رشته‌های دیگه اینه که شما تو دوران دانشجوییتون شیفت شب میگذرونید، ولی بچهای پرستاری اینجوری نیستن، شیفت شب نمیگذرونن تو دوران دانشجوییشون و بعدش شروع میشه این داستان. یکیتون پرسیده که توی کارورزی حقوق میدم بهتون. بچه‌ها چه دانشگاه دولتی باشید چه دانشگاه آزاد باشید، تو دوران دانشجویی بهتون وقتی که دارید کارورزی میرید هیچ حقوقی داده نمیشه. همین تمام و سلام نامه تمام. اصلا هم هیچ دلتون رو خوش نکنید که آره میام تو دوران دانشجویی بیمارستان کار میکنم بهم پول میدن. نه، آزاد که باشی پول میدی که بری یاد بگیری، دولتی هم که باشی میری یاد میگیری ولی هیچ پولی بهت نمیدن. اینجوری. خب
یکیتون پرسیده که از ترم چند کارورزی ها شروع میشه. ببین بچه حالا من نمیدونم منظورتون از کارورزی چیه، فکر میکنم منظورتون کلا از کارآموزی بود، چون کارآموزی با کارورزی فرق داره. ببین بچه ها کلا از ترم دوم به عنوان کارآموز وارد بیمارستان میشید و ترم 7 و 8 که عرصه مامایی باشه دیگه اون وقت شما کارورز هستید و کلا خب عملا همه چی رو بلدید، ولی باید بیاید اون واحدهای عملی رو توی بیمارستان بگذارید. به خاطر همین بهتون میگن کارورز اون موقع، ولی اون اوایل که تازه ترم مثلا حالا 2 3 هستید بهتون میگن که شما اومدید کارآموزی، نمیگن کارورزی. اینجوری. خب یکیتون پرسیده که ترمای اول بیمارستان کلا شامل چی هست، چی کار میکنید اونجا؟ بچه ببین کلا ترم 2 که باشی یه کارآموزی میذارن به عنوان کارآموزی تزریقات براتون که مثلا حالا شامل رگگیری هسته، شامل تزریقات هستش، مثلا حالا اگر کیسی باشه که بهتون بخوره. و پیشنهاد من بهتون اینه که خیلی زرنگ باشید توی این کارورزی‌ها، چون که خیلی بهتون این که مثلا بگن آره فلانی تو بیا انجام بده این کارو نیست. یعنی خودتون باید زرنگ باشید و کارو بگیرید. هیچ کس نمیاد حاضر آماده بهتون تحویل بده که تو بیا برو این کارو انجام بده. این از این. ترمای بالاتر که برید، خب مثلا ترم سوم که برید کارآموزی نشان شناسی دارید که اونجا شرح حال گرفتن رو کلا یاد میگیرید به شکل عملی با بیمار. بعد معاینات بالینی انجام میدید، از نوک سر تا نوک پای بیمار رو باید چک بکنید، چه علائمی داره، قرصایی که میخوره، همه رو باید تو شرح حالش درج کنید. داشتم براتون میگفتم. بعد ترم 4 که میرید کارآموزی نوزادان دارید و کارآموزی بارداری طبیعی. اینا که کلا خوشبختانه برای ما اینجوری نه، یعنی ما از ترم 4 وارد بخش لیبر نمیشدیم، ولی الان جدیدن یعنی از ورودی پارسال اینجوری شده که بچه‌ها کلا از ترم 4 وارد بخش زایمان میشن و خب زایمان طبیعی اینا رو میبینید و همینجوری به مراتب کارآموزی‌های متفاوت‌تری دارید دیگه. اینطوری. بچه یکیتون اومده پرسیده که درآمد رشته مامایی چطوره، رشته مامایی اشباع شده و اینا. بچه من اومدم به این سوال جواب بدم که خیلی‌ها میگن که آره مثلا مامایی بازارکار نداره، مامایی اشباع شده است فلان بساره. بچه واقعا یه همچین چیزی نیست. خب ما میدونیم که کشور ما به قشر پرستار خیلی نیاز داره و مسلماً یه پرستار کلا هیچ وقت عملا بیکار نمیمونه، ولی اینجوری نیستش که بچهای مامایی هم بیکار بمونن. نه اصلا اینطوری نیستش، چون یه ماما میتونه تو حوزه‌های متفاوتی کار کنه. مثلا کجا؟ یه مامایی که توی بیمارستان کار کنه اگر که طرحی باشه حدود 14 تا 16 تومن در حال حاضر حقوقشه. اگر که استخدامی باشه حدود 20 تا 30 میلیون تومن. اگر که بخواد جزء کلا مثلا استخدامی‌های درمانگاه‌ها باشه 10 تا 20 تومنه. اگر بخواد توی مراکز بهداشت باشه حدود 12 تا 20 تومن حقوق ماما هستش. و خب اگر یه ماما بخواد تو مطب کار کنه مسلما خیلی درآمد بیشتری داره. به علاوه اگر که بخواد کارهای زیبایی هم ادغام کنه با رشته خودش، مثلا بخواد وایتینگ بیکینی انجام بده یا چه میدونم لابیاپلاستی بخواد انجام بده، لیزر بخواد بیاره و همه اینا، خب درآمدش رفته رفته بالاتر میره. کلا یه درآمدی هولوش از 20 میلیون تا 50 تومن رو به بالا برای کسی که توی مطب کار میکنه در نظر گرفته میشه. و خب یه حوزه دیگه هم که هستش و بچهای مامایی میتونن توش فعالیت داشته باشن اینه که بخوان ویزیت آنلاین داشته باشن و خب اونم درآمد خیلی خوبی داره. یه سریتون پرسیدید که وقتی که مطب بزنید از کجا مراجعه کننده پیدا کنید. بچه‌ها نگاه کنید، گفته که حتما باید پیج بزنیم. نه مسلما حتما نه پیج بزنیم. وقتی که تو مطب میزنی حالا توی بخشی از شهر مسلما یه سری افراد میان بهت مراجعه میکنن و خب اگر که تو کارتو خوب انجام بدی و ازت راضی باشن، اون افراد خانه‌ها خودشون میرن به بقیه معرفیت میکنن و بقیه هم میان پیش تو. پس اصلا حتما لزومی نیستش که تو بخوای پیج داشته باشی که بقیه بخوام بفهمن که تو مثلا مطب باز کردی و کلا میتونی به درمان مردم بپردازی. نه همچین چیزی نیستش و تو میتونی بدونی که پیج هم داشته باشی به درآمد خوبی برسی. همش به مهارت خودت بستگی داره. خب بچه‌ها این بود از کل ویدیو راجع به رشته مامایی. به علاوه این که من قبلا هم 0 تا 100 رشته مامایی گفته بودم که چه کتابایی باید بخونی، چی کار باید بکنی و چه جوری هستش و اینا. حالا به علاوه اینا این ویدیو رو هم گذاشتیم ترکش که دیگه جمع‌بندی بشه دیگه. هر سوالی که داشتین سعی کردم جواب بدم و اینکه اگر سوالی دارید که من توی این ویدیو بهش نپرداختم حتما تو کامنت ها برای من بنویسید که من بهش جواب بدم.
و خوشحال میشم چنل من رو ساب کنید. بوس بهتون تا ویدیو دیگه.